1400 سال پیش زمانی که اعراب به ایران حمله کردند، روستایی در نزدیکی یزد وجود داشت که همه مردم آن زرتشتی بودند. در آن زمان خبر به آنها رسید که عرب‌ها بعد از حمله آتشکده را به مسجد تبدیل می‌کنند. مردهایی که مقاومت کنند را می‌کشند، پسرهای جوان را به غلامی می‌برند، زنها و دخترها را به کنیزی انتخاب می‌کنند و طلا و جواهراتشان را نیز غارت می‌کنند. بعد از این خبر حدود 40 تن از دخترهای شهر تصمیم گرفتند جان دهند تا دست اعراب به آنها نرسد. برای تن ندادن به این پستی کیلومترها در دل دشت‌ها راه رفتند تا به یک چاه رسیدند و خود را یکی پس از دیگری داخل این چاه انداختند تا برای همیشه آزاد، زنده و جاویدان بمانند و نام آن چاه را برای همیشه چاه دختران می نامد. درود بر شرافت تک تک دخترهای سرزمینم ایران.